سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها جون، ما امروز دخترانه اومدیم بازار سام با بازار شهرداری. اگه خدا قبول کنه زود از سام خارج شدیم، می‌خوایم بریم صبحونه. من که خیلی گشتمه، با این 2 نفر اسیر شدم. میخوان که هزارا اینجوری واقعا من تقاضای کمک دارم. یک ساعت فقط این کم نه عزیزم، آژانس ما قرار ماشین بگیریم مثل که ذره در جریان بریم ببینیم که بازارگردی ما چه شکلیه. بای بگیر اون جایی که از کنار شد میشه اینطور کن. وسیله خونه نمیخواد. نه بالاخره تقاضای صبح بچه اینجا خیلی بازار خوبیه. الان میدم باقال 300,000 آنجا 85 هر چقدر جلوتر میری ارزون ترم. اینقدر که مادرینا دست رنج خودشون آوردن خوردن تو حالی نمیشه. تو خرید فروش باقالی بزنیم 300 تومن اون تربوش سیاهه. تو چه منظم کنار هم چیده شده اینا. سیرباویج. آره سیرباویج با دست بخوری اونا. یه خوری شما خوردی اونجا خودتو نشون دادی. خدا رو شکر تمیز شد سارا، وگرنه هزینه شو که میخواست بده مشتبه دیگه. چه؟ مشتبه میگه من شباش نداد. اون روز رقصیدی؟ رقصیدم که چی لباساشو اتو کردن و به شباش میدم. این دهن همه والا زهرا دیروز اتو کرد دراش. دیروز نه پنجشنبه بود، نه جمعه، نه شاباش اتو زد گفت میخوام بپوشم. بعد یهو گفت هیچ کدومو نمیپوشم، همین لباسی که تو تنمه خوبه. زهرا رو میبینی از دیوانه شد. یاد هستی میافتم یعنی باورت نمیشه منم به همون فکر کردم. خورم حالو چه خوش رنگه. بچه های شاغالو چی نمیخوام؟ چی میخوام بکنم آقا؟ اون موقع که سر خونه خودم نه یک بار مصرف براتون میذاشتم. مهمونات ارزش قائل باشی. دارم ولی هیچ وقت نمیذارم. سفره استفاده کنی بعد سفره رو لطه بزنی پاک. تو پاک میکنی؟ به قول من نه مادر درست میکنه افلا. خیلی ولی من اینو دوست دارم. من عاشق اون حلوا هم دیگه. دو رنگه. آفرین منم خیلی دوست دارم. متاسفانه فقط یکی بعد از دنیا بره من اونو دهن چه غم انگیز. بازار صبحونه. کجا صبحونه بخوریم؟ اول یه صبحونه بخوریم بعد خرید. کافه نیمکت خوبه. کافه نیمکت کجا؟ بچه‌ها تعریفشون کردن. بازاره. بلدی کجاست؟ پیدا می‌کنی. لوکیشن بزن بگو پیاده داریم میایم. الان میزنم. اینجا خوشحالی فروشی بازه. خوشحالی که فقط ما رو باشن. یه جاسویی دوست داشتم بخرم سارا. نه بعدم نه. استنلی هم دوست داشتم.
یه استنلی. بچه من چرا اصرار میکنم به صبحونه؟ به خاطر اینکه تایم صبحونه بعد تمام میشه. ولی به ما خدمات نمیدن واسه صبحونه. چقدر تو دختر خوبی هستی. خب بریم کافه کرد. همونقدر که این اونجا شلوغ بود اینجا خلوته بچه. از اون کلاه هم دوست دارم اونجوری. سارا یادت میرفتی سرویس. اینم بچه‌هایی که شما دارید مشاهده میکنین رفتن سینما. الان ساعت 10:31 است. اینا سینماشو تموم شد. اون چه فیلم باقی مامانتون چه 20 صاحب فیلمی. ساعت 8 کی میاد سینما؟ بچه ها رو میارن که مثلا انرژی بگیرن درس بخونن دیگه بعدش. که به فکر انرژی به فکر انرژی ما هم بچه‌ها لوکیشن کافه رو زدن این بر بریم. الکی نگو. آها این بر دیگه. این تیکر انقدر دوست دارم. بحرالعلوم، خیابان بحرالعلوم. اسم خیابان معنویه. آدم میاد دوست داره کتاب بگیره. علومی رو در خودش پرورش بده. فکر کنم باید بمونیم سارا. بگیر. بچه ها همجور که سارا گفت باید منتظر بمونیم. مبینا در صورت اضافه کردن پنیر مبلغ 50,000 تومان اضافه می‌گردن. پس پنیر نمیخوریم. فکر کنم اون پنیر رو پنیر پیتزا. اگه اون پنیر که 50 تومان یه دونه میخرم. زنی سرویس. خب من املت سوجوک با پنیر موزارلا. رویال بچه‌ها این رویال این خوبه همه چی توش داره. یه رویال میتونیم بگیریم. خب بگیر. ببینم کجا رویالش کو. اینا. رویال. خب پیاز چه؟ نه بایی. قلبم گره. پیاز چه آخه؟ خوراک چوریستو با سس قارچ. من سس قارچ خیلی دوست دارم. ولی صبح نمیدونم. نمیدونم با میدن خوراک چوریستو اینا. زیاده مبینم. آره بابا. شاپوری؟ نه. تو دوست نداری شاپوری؟ چرا بدی دیگه؟ مشتبه اگه سفید ویژه که اصلا املت ویژه. نمیدونم بزن ببینیم اینجوری. املت ویژه. حلاییه بچه‌ها. شما نگاه کنید. این خوشگله. میدونم اینجا دستشو گذاشته زیر گوشش. اونو نشون بده در این. خودی هم چنیه. ما برای نگاه میکنه آخری با آبیه اون. آره. اون سارو. من موقع آشپزی. شما سفارش داریم فهمیدیم که خیلی زیاد سفارش داریم به همین موضوع خدا خالی بکنم. گفت بازار خراب سریع آماده کردیم سارا. من همه شو بخوام بخورم. خواه بخورم. من میتونم بگم الان تا پرقدرت ادامه میدم. پنیر نمیخوای ما بینا سفارش بدیم؟ تو میگم لقمه ما اندازه واقعا خیلی زیاده بچه ها جون. من اگه میدونستم همین یه دونه سفارش میدم 3 نفری میتونستیم بخوریم. بچه ها جون ما صبونم نخوردیم. ما دیگه میخوام بهت بگم دیگه به قولش این واتر کرد این املت اضافه اومد با نیمرو. ما الان باید بریم فقط راه بریم. هضم بشه. فقط این هضم بشه. نه نهار میخوریم ترجیحاً شام هم نشد. والا ولی زهرا میخواد بره درست کنه. بچه‌ها ولی اگه مبینا بعدمون یه چای بالقوا بگیره من بخورم. بالقوا استانبولی. استانبولی فقط بعد استانبول. نه مبینا بریم از یه
شیرینی فروشی معتبر توی معلم خرید کنیم بریم خونه تو چای بذاری بخوریم. نه میریم گلسار علی باقلبا چیه اونجا میگیریم. آره نگرفت من کیف دو طرفین گرفتم من فیل نگرفت. ببین بچه‌ها کیف موبیل ما اینجا دادیم دوختیم. بچه‌ها اون سری که ما این کیف آوردیم مرده بهش گفتش که برای کی میخوای؟ من سرم شلوغه. اصلا گفت 2 روز دیگه. این گفت نمیخوایم فعلا، اصلا نیازه شنبه، یک شنبه، دوشنبه، هفته دیگه. 1 ماه شد الان. آره نزدیک 1 ماه شده اینجا. 1 ماه هست که ما اومدیم. خب میگم خونه الان خاک و خله. اونجا اصلا همه افتضاحی. این برام چی خیال من ولی یه جاش به خود امتر. خیال من راحت نبود. الان می‌خوایم بریم ولف بخریم برای گردنبندم. تو مگه مروارید داری؟ نه مهره دارم. مهره چی؟ مهره مار. خیلی بی خودی تو سارا. گلو ببینم. سارا آفرین مروارید گرفت. نه بابا یه نوع سنگ دارم. خیلی از اون سنگ خوشم میاد. بعد بهت نشون میدم دیگه. اگه خواستی میتونم برای تو هم این دکتریتو تو اون بندازم. آره. یه سنگ صورتی بیرنگی که به سفید میزنه. حالت اینجوری سنگ دفرم است. یه حالت دفرم است. خب اگه اینو دیدم بهت نشون میدم. باش. دیوله خوشحالی بود. دونه انار. بچه‌ها من تصمیم گرفتم برای عروسی سارا یه پاشنه بلند خیلی عروسانه با یه لباس سفید بپوشم. حرفا پشکی بپوشی ها. یه لباس سفید، یه لباس سفید دنباله دار. نکنی بقای تاجم بذاری. آره شاید هم گذاشتم ببینم آرشگرم چی میگه. بخوان کیف کیفای خوشگل. از این کیفا بگه مبله برای عروسی. آره با یه کفشه مثلا همینجوری زرزری سارا جون باشه دیگه. ببخشید دیگه همین از دستمون برمیاد بزن جان. اینا دسته کوچولو. اون بر نگاه کن اون بره اونه. وای سارا کالج ببین خدای من نه بزن اینا واسه کچل ها روشن. شبیه اون عکس کفشی که چیز گرفته بود خاطره برای نایان. خیلی خوشگله. نه کن بچه ها جون ما داریم میگیم که واقعا باقلمون یکی از اعضای گروهمون رفت. آره واقعا حیف شد. بچه یه چیز خوشگل خریدن خیلی ناناسیه. از این خونه براتون آنباس میکنیم. الان بریم یه ذره باقلبا. من که میدونیم فقط باقلبا استانبولی. اصلا از این رشته ها دوست ندارم. چت میگم اصلا فقط باید باقلبا استانبولی باشه. اونم از یه شیرینی فروشی معتبر. بزنین و بترکه بچه‌ها. خیلی خوشحالم بچه‌ها ولی واقعا من احساس میکنم که با اینکه غذا خوردیم منم مثل یعنی هممون همین حسو داشتیم. زیاد اینجوری حال نداشتیم انگار. خیلی خوردیم شکممون سیر شد. آره میدونی مثل اون سیرا که مثلا نهار میخوری میدونی مثل کدوم روز مثل اون روزی که خونمون خورده بودی اگه خوابیدی تست شده بودم. مثل همون روز خوابیده بودی. مثل همون روز دقیقا. واقعا خوب بود و اینکه خوب خوردیم خدایی. حالی خوردیم دیگه با نون خدایی نخورد. آره ولی کلی هم نون آورده بودن. خیلی جالب بود. شما همیشه میگید نه ما گفتیم میخوایم یکی رو کنسلش کنیم. دیدیم که مثلا بقیه نیست همه زیاد اینجور غذا. گفت بازار خرابه خانم کنسل چیه آماده است غذاتون. آره گفت شما همون لحظه که گفتیم ما آماده کردیم. نه نیستیم. چاره نبود دیگه. ناچار خوب بود. آره خوب بود واقعا. هم کیفیتش خوب بود هم خوشمزه و تجربه است دیگه. ان شاء الله سری بعد جای دیگه. آره. بعد می‌دونی
چیه ما خیلی گشنمون بود مثلا گفتیم که وای الان میخوریم مثلا فلان ولی همیشه وقتی که گشنته بعدش یکی دو لقمه بخوری آره آفرین ما رو به قول چی هراس گرفت. چند تا گذاشتیم؟ آره بعد دیگه این سه تا بس دیگه بچه سارا همینقدر قانه است همین چند تا دونه رو میخواست به خاطر اینکه نه چون که اون باقلوای استانبولی که من میخوام شیره داشته باشه اون نبود وگرنه اونو که یک کیلو میخریده ولی دیگه دیدم نبود گفتم همینو بگیریم بریم با چایی بخوریم اسنپمون هم داره میاد دیگه واقعا من پس شدم بریم پس یعنی چه؟ یعنی خسته یعنی کوفته لمولس آیتی با دو انگار اونجا بچه ما داریم چای باقلوا میخوریم سارا رفت گرفت خوابی این مرحله جذاب از دست داد بچه جون نمیدونم چرا اون خونمون خواب داشتیم خونمون خواب داره این بچه نمیدونم چرا انقدر میخوابه الان برای من شاهی ریختن با باقلوا بیا دوباره بر خودم هم چای مجتبی برای تو چای ریخته و من چای تو رو خوردم جی 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 خیلی خوشگله خیلی ذوق داره یه شاقالو نمیدونم ریاکشن تو رو بگیرم ریاکشن مجتبی رو بگیرم خوشگله جای صابونه صابون رو توش میذاری شب خوابه تو اینجوری میزنی میذاری رو باسنش رنگش عوض میشه وای چقدر قشنگه خیلی زیبا خدای خوشگل نیست مجتبی مبینون انقدر که نورشو خاموش کن اونجوری خوب نمیافته تو فیلم وای وای صورتیشو بزن صورتیشو مبینو یعنی میخوام بهت بگم یه هلو شده یه هلو بزنین برقو خاموش کن آره گو بکن تو اونجا خاموش کن گو برقو خاموش کنی قشنگ روشن میکنه و خدا من لپاشو من بخورم وای مبینا خیلی قشنگه دهن سرویس این خیلی نورش این از همه آره. قلمبه جون قلمبه خوشگل دست دیگه شارژ ببینن نازش کنه بابا بعد هر وقت شارژش تموم شد با میدیم خونتون شارژ باشه بعد من استفاده میکنم تا شارژ بشه با این فست شارژر نزنید سیمشو دارم که من فکرم باید سیمشو بخرم نه کلگیشو فقط کن با سنش اینقدر زدیم برای چیز قرمز شده بچه جون برای ما یه مسافرت خیلی 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 یهویی میشه چطور ممکنه مثلا یه روز به شهرداری صبونه بخوری بیای خونه بعد مثلا بعد ظهرش مسافرت مثلا داری قیافه من ولی چقدر بشاش شده قشنگ مشخصه آره اینقدر خوابیدی قیافه من دامونه خوردم الان به خاطر این خیلی ناراحتم نه تو بابا اینجا بوس کنم خوب شه خودت خوب میشه امیدوارم که بهت خوش بگذره قربونت برم منتظر ولاگ سفرت هستیم آره ببینید کجا میریم میگم ولاگ سفر خانوادگی میخوایم بریم بچه‌ها جون از همینجا خداحافظی میکنم تا ادامه برنامه رو تو ولاگ بعدی میبینید تو کامنت ها بگو بگین دفعه دیگه صبحونه رو کجا بخوریم صبحونه که حجمش کمتر باشه امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ولاگ بعدی خدا نگهدار بای بای تو صورتمه